سلام دوستای عزیز. خبر مهم برای افغانها و سایر مهاجران. نکات مهم این خبر: یک دادگاه فدرال امریکا برخی محدودیت‌های اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا را علیه اتباع 39 کشور غیرقانونی اعلام کرده است. جزئیات خبر چی است؟ جان مکانل، قاضی ارشد دادگاه فدرال ایالت رود آیلند، حکم داده است که سیاست‌های اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا USCIS که باعث توقف یا تأخیر در بررسی پرونده‌های پناهندگی، اجازه کار، گرین کارت و شهروندی اتباع 39 کشور شده بود با قانون مطابقت ندارد. بر اساس حکم دادگاه USCIS نمیتواند تنها به دلیل ملیت یک کشور محل تولد متقاضیان روند بررسی درخواست‌های قانونی مهاجرت آنان را متوقف یا به تأخیر بیاندازد. این تصمیم برای هزاران مهاجران با ویژه افغان‌هایی که مدت‌ها در انتظار رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی خود بوده‌اند یک پیشرفت مهم محسوب می‌شود. کارشناسان می‌گویند که این حکم می‌تواند راه را برای بررسی مجدد و سرگیری روند رسیدگی به پرونده‌های معطل شده هموار کند، اما نتیجه نهایی به احتمال درخواست‌های تجدید نظر دولت و تصمیم‌های بعدی دادگاه‌ها بستگی خواهد داشت. درخواست‌هایی که تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته بودند: پرونده‌های پناهندگی یعنی اسایلم، درخواست‌های اجازه کار یعنی ورک پرمیت، درخواست‌های گرین کارت و درخواست‌های شهروندی امریکا یعنی سیتیزنشیپ. قاضی تاکید کرده است که بسیاری از این افراد تنها به دلیل کشور یا تابعیت خود به تأخیرهای طولانی روبرو شده بودند، در حالی که شرایط قانونی لازم را تکمیل کرده بودند. این تصمیم برای افغانها چی معنی دارد؟ یعنی چی معنی میتونه؟ چی خواهد شد؟ اگر پرونده های پناهندگی، اجازه کار، گرین کارت یا شهروندی یک شهروند افغان به دلیل این محدودیت ها متوقف یا به تعویق افتاده باشد، این حکم میتواند USCIS را ملزم کند تا روند عادی رسیدگی به آن پرونده ها را از سر بگیرد. آیا ممنوعیت سفر به طور کامل لغو شده است یا خیر؟ نه خیر. این حکم عمدتاً بر سیاست‌های USCIS در زمینه توقف یا تأخیر رسیدگی به درخواست‌های تمرکز دارد. محدودیت‌های مربوط به سفر و صدور ویزا همچنان موضوعات حقوقی جداگانه هستند و ممکن است دولت نسبت به این حکم درخواست‌های تجدید نظر ارائه کند. دوستای عزیز، این بود یک خبر جدید و یک خبر امید که ما شما برش امید داشته می باشند. در آینده خدا کنه که این محدودیت ها که بالای افغان ها، خصوصا بالای افغان هایی که در خارج از امریکا هستند و منتظر با ویزا و منتظر مدیکال و منتظر کام اپروال، کندیشنال اپروال این چیزا دارد، خدا کنه که این حکم USCIS را وادار به این بسازد که همه چیز را از سر بگیرد. یعنی در داخل امریکا که هر کسی این چیزا ورک پرمیت مثلا اپلای کرده است و گرین کارت و سیتیزنشیپ که اینترویوشن بعضی ها ریسکیجول شده یا کنسل شده، سرمانیشن کنسل شده، اگر با گرین کارت و ورک اتورایزیشن اپلای کردن تا فعلا برشان اپروال نامده است و برشان روان نکرده است، دیگه این یک خبر خوبی است برای از اونا که میتوانند که این چیزا USCIS را وادار به این بسازد که اینجا پروگرام هایی که مهاجرتی هست و کدام پروگرام ها که خصوص افغان ها برشان اپلای کردن، کدام فرم که از او درخواستی گرین کارت باشه، درخواستی ورک پرمیت باشه، درخواستی سیتیزنشیپ باشه، این یک خبر خوش بر از اونا هم است. میتونه که این یک چیزی چی باشه امید کننده باشه که در آینده USCIS همه چیز را از سر بگیرد و دوباره شروع به فعالیت کنند. تشکر و خوش باشین. اگر ویدیو خوشتان آمده باشه میتونید که با دوستا و رفیقایتان شریک کنید و همچنین اگر پیج من فالو نکردید پیج من فالو کنید تا در آینده موضوعات دقیق و خوبتر ما بر شما ارائه کنم. تشکر. خداحافظ. سلام علیکم.